همیشه پدر و مادرتان بر پول برتر بدانید. به خاطر پول پدر و مادرتان اذیت نکنید. به خاطر مادیات پدر و مادر را نرنجانید. او پدر و مادری که 25 سال زحمت کشید، از گوشت و جانش برای تغذیه کرده تا تو جوان شدی، بزرگ شدی، غم تحصیلات خورده، غم ازدواج خورده، امروز که بزرگ شدی صاحب پول شدی، فکر میکنه با همین $100 که ماهانه با پدر و مادرش روان بکنه خلاص تمام حقوقش ادا میشه. نه خیر، والله که یکی از جمله بزرگترین دستاوردهای انسان در حیات انسان رضایت پدر و مادره. هر انسانی که رضایت پدر و مادر توانست در زندگی جلب بکنه، یعنی پدر و مادر در حال از دنیا برن که از تو راضی باشن، تو انسان موفق هستی، بزرگترین دستاوردی داری در حیاتی. و یا تو در حال از دنیا بری که اونها از